به نام خدا. سلام، وقت بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. بریم یک سوال از امتحان نهایی 12 انسانی رو با هم تحلیل کنیم. دی 1402. سوال از دنباله هندسی. جمله سوم یک دنباله هندسی 27 و جمله ششم همین دنباله 729 است. جمله نهم این دنباله را به دست آورید. یک نمره هم داشته. خب به ما گفته جمله سوم برابر با 27. پس A3 رو داریم، ما شده 27. جمله ششم هم که گفته 729. A6 مساوی شده با 729. خب ما وقتی دو تا جمله رو داریم چجوری سریع A رو پیدا کنیم؟ الان اینی که بزرگتره رو بذار تو صورت. اینجا داریم جمله ششم، مخرج کوچیک‌تره رو بذار که الان اینجا داریم A3. خب الان اینجا یک دونه R بذار. برای توانش چیکار میکنی؟ بیا اینو منهای این کن. 6 منهای 3 برابر میشه با 3. پس A6 تقسیم بر A3 اگه بشه برابر میشه با R به توان 3. خب بیا جایگذاری کنیم. الان از اینجا میگیم R به توان 3 مساوی میشه با جمله ششم تقسیم بر جمله سوم. خب جمله ششم چیه؟ 729. اینجا بذار 729. جمله سوم چیه؟ 27. خب اینم یکم ساده ترش میکنیم. 729 میشه 3 به توان 6. 27 هم که میشه 3 به توان 3. الان پایه ها یکسان، یکی از پایه ها رو بنویس، توانات رو از هم کم کن. 6 منهای 3 برابر میشه با 3. پس ما به این رابطه رسیدیم. R به توان 3 مساوی شده با 3 به توان 3 و الان از اینجا میفهمیم که R برابر با 3. R مساوی شده با 3. خب ما R رو داریم. برای پیدا کردن جمله اول چیکار میکنیم؟ ببین الان اینجا ما جمله سوم رو داریم که شده 27. ببین جمله اول نداریم، دوم رو نداریم، سوم رو داریم که شده 27. خب میدونیم R هم برابر با 3، یعنی جمله اول ضرب در 3 شده، جمله دوم به دست اومده. جمله دوم ضرب در 3 شده و جمله سوم به دست اومده. وقتی میخوایم به سمت عقب برگردیم کافیه تقسیم کنیم دیگه. الان 27 رو تقسیم بر 3 کن میشه 9. 9 تقسیم بر 3 کن میشه 3. پس فهمیدیم که جمله اول برابر 3 بوده. پس اینجا میگیم A1 برابر با 3. خب سوال از ما چی رو میخواد؟ جمله نهم رو میخواد. A9 مساوی میشه با A1 ضرب در R به توان 8. 1 و 8 رو با هم اگه جمع کنیم باید بشه 9. خب جمله اول چیه؟ جمله اول برابر با 3. خب اینجا بنویس 3 ضرب در R به توان 8. R هست 3 به توان 8. خب اینا رو در هم ضرب کنیم. الان توان این یک 3 به توان 1 ضرب در 3 به توان 8. پایه ها یکسان، یکی از پایه ها رو بنویس، توانات رو با هم جمع کن. 1 به علاوه 8 میشه 9. پس جواب نهایی این سوال میشه 3 به توان 9. برای پیدا کردن R و جمله اول یه دونه راه دیگه هم داریم که طولانی تره. ببین الان مثلا ما میخوایم جمله اول رو پیدا کنیم. الان این جمله سوم رو داریم. جمله سوم میشه A1 ضرب در R به توان 2. خب حاصل این شده چی؟ شده 27. R هم که به دست آورده بودیم مثلا شده بود 3. خب 3 به توان 2 میشه 9. پس الان اینجا میگیم 9 ضرب در A1 برابر میشه با 27 و الان از اینجا A1 به دست میاد 27 تقسیم بر 9 که برابر میشه با 3. اینجوری هم میتونستیم جمله اول رو به دست بیاریم. برای پیدا کردن R میتونستی اینا رو بازش کنی. به جای جمله سوم بگی A1، اینجا بنویسم بگی A1 R2 که این میشه جمله سوم که برابر شده با 27. به جای جمله ششم بگی A1 R5 مساوی شده با 729 و الان از اینجا بیای بگی اینو تقسیم بر این کنی، یعنی بگی جمله اول جمله ششم یعنی A1 R5 تقسیم بر جمله سوم یعنی A1 R2 مساوی شده با 729 تقسیم بر 27 و این رو ساده کنی. از اینجا بیای این A1 رو با A1 بزنی و ادامه ماجرا که چون طولانی تری از این راه نمیریم. وقتی دو تا جمله رو داریم میخوایم A رو به دست بیاریم چیکار میکنیم؟ جمله که بزرگتره رو بیا تو صورت بنویس که اینجا ما A6 رو نوشتیم، مخرج A3 رو نوشتیم، اینجا یه دونه R بذار. برای توانش چیکار میکنی؟ یا 6 رو منهای 3 کن، عدد صورت رو منهای عدد مخرج کن. 6 منهای 3 میشه 3. خب بذار برای توانی. حالا که گذاشتی برو راحت R تو به دست بیار. توانای مهمم حفظ باشین، مخصوصا برای عدد 2 و 3. برای 3 رو میخوای برات بنویسم. ببین 3 به توان 1 میشه 3. 3 به توان 2 که همتون حفظین میشه 9. 3 به توان 3 اینو 3 برابر کن میشه 27. 3 به توان 4 اینو 3 برابر کن میشه چقدر؟ میشه 81. 3 به توان 5 میشه 243. 3 به توان 6 که در این سوال داشتیم
میشه 729. برای عدد 3 دیگه همین 6 تا رو حتما حفظ باشید.